خداحافظ برادر بزرگ. متاسفانه برادر بزرگترم و بزرگ خاندان ما درگذشت. سارتیب پس از پدر مرحوممان ریش سفید و بزرگ خاندان ابراهیمی، مردی برجسته و آگاه در زمان خود، مردی خونگرم، روشنفکر و در تمام طول زندگیش مردی متکی به خود و سرفراز بود. سارتیب از نظر افکار و اندیشه‌های ملی نیز میهن پرست بود. پس از انقلاب 1357 ایران، زمانی که تازه از زندان شاه ایران آزاد شده بود، تلاش کرد زندگی قانونی، آرام و بدون مشکل داشته باشد و در شرکت تازه تأسیسی اما موفق خود و مستقل کار کند تا به مردم ارومیه و مناطق اطراف خدمت کند. اما رژیم جدید ایران تمام اموال و دارایی‌های او را توقیف و او را تهدید به دستگیری کرد. مدتی در سوما، حومه ارومیه به صف انقلابیون و پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران پیوست. وقتی رژیم به کردستان حمله کرد، سارتیب که نزدیکانش او را سرتو صدا می‌زند، در کنار پیشمرگه‌ها در نبردها و دفاعهای منطقه سوما در خطوط مقدم بود. سارتیب مانند همه مردم جهان سهم خود را از اشتباهات و موانع در زندگیش داشت. اما تا پایان عمرش یک کرد وفادار و پاک باقی ماند و همیشه به اطرافیانش توصیه می‌کرد که به مردمش وفادار باشند. برادر بزرگترم سارتیب چندین سال از بیماری مزمن رنج می‌برد. او می‌دانست که بیماریش او را متوقف نخواهد کرد و بدتر می‌شود و حتی حاضر نشد آخرین عمل جراحیش در اتریش موفق باشد. او می‌خواست به هر قیمتی به سرزمین اجدادیش کردستان بازگردد، حتی اگر در پایان عمرش باشد. او در شهر ارومیه در سرزمین کردستان روز 11 آگوست 2026 درگذشت. سارتیب برادر 5 خواهر و 3 برادر بود و همسر و 5 پسر داشت. سارتیب کتاب خاطرات، خیالات و آرزوهایش نوشت، ولی متاسفانه مریضی و مرگ فرصت چاپ کامل را به او نداد. آخرین باری که او را دیدم در شهر وین، اتریش بود. حضور او در جمع خانواده و دوستان همیشه مایه دلگرمی و امید بود. با رفتن او خلأ بزرگی در زندگی ما احساس خواهد شد. اما یاد و خاطره او که سرشار از عشق به وطن، خانواده و انسانیت بود، همواره در قلب ما زنده خواهد ماند. روح برادر بزرگوار شاد و یادش گرامی باد. خواهران و برادرانش، همسر و پسرانش و همه قوم و خویشان، دوستان و اقوامش سلامت باشد.